آی پی هم بهش بدم وصل کنم به اینترنت. در راه میرم ببینیم. میده برید. از اینجا بکنم بگیری. دانشگاهی عمران معماریه. معمولا این سری افراد خاص دور زیرش جمع میشن. آره برای کاربردهای خاص. کاربردهای خاص. خب دیگه در موردش صحبت نمی‌کنیم. بی خیال خود همین اشاره کافی بود تا دیگه بدونیم تا آخرش بگیر. دانشگاهی کامپیوتر که طبقه اولش معمولا دانشگاه دیگه میان. کاربردهای همون خاص اینجا رو داره. ولی خب تعداد بالاتره. اونجا تولید انبوه، اینجا تولید معمولا تک تک تولید. اینجام که بوفه خواهرانه. بوفه خواهران نگو چه صفا. فیلم پخش میشه. نامه. بسرست. یکی منو الان صدا کرد باش دست دادیم چه کلاسی گذاشت میگه من رفتم. خداحافظ. خداحافظ. الان محمد میخواد بره دنبال یه دختر بگرده که همونجا ارتباط ازدواج بیا بریم کانادا. You lost. اینجام که اینقدر با کلاسن که سنگاشو برداشتن که اینجا شکلش کاریه چی میخوام چی؟ اینجا قراره این زمین خالی هم نشون بده. این زمین خالی به انشالله وقتی آقای هاشمیان رفت و برگشت این زمین خالی تبدیل به یک کتابخونه بزرگ خواهد شد. فاز دوم دانشگاه کامپیوتر. این بشگاه اگه جای پیدا کردیم من میخرم. کدوم بشگاه اینا؟ دنبال این بشگاه 6000 تاش 5000 تومان. آره خب چیکار؟ برای رو باغ. باغ اطراف قزوین باغ داری؟ همیشه دیگه باغ دیگه. باغ اینجا. هر دفعه هم که از این یه رو تانکر رو میبریم 25 تا پول. اراضی پونک اینجا؟ نه اینجا قونکه. اسمی نه اینجا باراجی میشه دیگه. اراضی نزدیک فدک و باراجی. کارگران این قسمت نشون نده کارگران مشغول کارن. نه خوب میگیره. اونجا هم که نوشته مقدم افتخار آفرین محمد هاشمیان. فیلم بگیر حتی ایران بخواد خارج شه. دوتا نمرهاش هم اومد با خوشی. اگه این تصور داشتی چه خیال راحت بود که می‌دونستی این نمره رو میگیری؟ از اولش هم می‌دونستم این نمره رو میگیره. جدی؟ آره اصلا رو نمره ها نگران نبودم. اصلا من میافتم چی؟ ببین من ریاضی مهندسی رو همچه حرفی می‌زدم. خب دیگه اگه درستی 4 میشی درمش که خیال راحت. اگه مثلا 14 میشم نمیخوندم خودم 14 نمیشد. نه خب آینده رو اصلا به فرض آدم میتونست بفهمه. چرا خوب شاید مثلا همه دغدغه داری میدونستی که درست میشه بالاخره. کله کچل میگی کی؟ استاد باشی سرکردی دست از دارم یه جوری کمپلیت گیر. الان میگه ممنون آقا نگیر. بریم خیلی مهمی آقا تو فیلم برداری ممنون فقط میتونی بید از دستشویی یادت اینجا چقدر تلپ بودی. اینجا این پسر من اینقدر تلپ بود این میرفت بالا میومد پایین میگن داره مثلا پلهاش میگیره کش خودش بلد هم نیست فیلم برداری بگیره تجربه اولش. نه خواستم تا تش در بیا دیگه نگیرد رو داری میگیری؟ آره داریم گزارش با رضا زاده داریم. خیلی از همچه کلاسی بیتم بگی نیستن متاسفانه و یه نفتا میگرفتن. نه این بنده خدا میشه اونجای هم پیسان بگید من خیلی بچه خوب بودم. تو ساعت پیش‌فرض چرت و پرت میگی دیگه. آره دیگه سر دم میشه. آره اشکال نداره پخشش نکنیم میذارمش تو یوتیوب.
جدی؟ بیکاره آره هیچ گوش نمیکنه نگاه نمیکنه آره هیچ کی نگاه نمیکنه